یکی از مهمترین چیزایی که تو رژیم غذایی ما ایرانی‌ها وجود داره، تقریبا با همه غذاهامون استفاده می‌کنیم، نونه. حتی خیلی با برنج و ماکارونیشون هم نون مصرف می‌کنن. هیچ عنوان نمیتونن نونو حذف کنن. به خاطر همینه که خیلی هم دلیل چاقیشون رو نون میدونن. اونایی که شکم دارن فکر می‌کنن به خاطر نونه که انقدر شکمشون بزرگ شده. اما واقعیت چیه؟ واقعا انقدر نون مضره؟ چه نونی بخوریم؟ از کجا تهیه بکنیم؟ کافیه چند تا از این قوانین رو بدونین تا بتونین نونی که دوست دارین استفاده بکنین. ما معمولا 2 مدل نون داریم. 2 نوع آرد داریم. آردایی که سبوسدار هستن و آردایی که سبوسدار نیستن و سبوسشون رو گرفتن. یه سری نونا رو با این آرد درست میکنن، یه سری نونا رو با اون آرد. و به خاطر همینه که نصف قضیه سلامتیش اینجا از بین میره زمانی که نونها سبوس ندارن. اما برای یه سری از نونها واقعا باید سبوس گرفته بشه، مثل نون لواش. خب حالا خیلی ها فکر میکنن نون لواش خیلی نون ناسالمیه و برای گوارششون مضره. شاید این درست باشه، به خاطر اینکه وقتی آردمون سبوس نداره بله میتونه به گوارشمون آسیب بزنه اگر زیاد استفاده بکنیم. و نونهایی که سبوسدار هستن میتونن ما رو سریعتر سیر کنن، یعنی زیادی نخوریم، راحت‌تر هضم میشن، گوارشمون اذیت نمیکنن، ورم نمیاره و همه اینا. اما نوع پختش، زمان پختش و اینکه چطوری این خمیر عمل اومده هم مهمه. در واقع گفته میشه که نون ترش یا نونی که تخمیر شده خیلی خوبه، کربوهیدرات بدن رو خیلی راحت تامین میکنه و این باکتری های مفیدی که توی این نون ها تشکیل میشه باعث میشه که دستگاه گوارش ما و متابولیسم ما تنظیم کار بکنه و سیستم هضممون هم مشکلی پیدا نکنه، غذامون راحت هضم بشه. اما توی یه سری از نونوایی ها برای اینکه عجله دارن، برای اینکه نون رو آماده بکنن، حالا به هر دلیلی میان از خمیرمایه فوری استفاده میکنن، میان از جوش شیرین استفاده میکنن یا میان از خمیر ترش های قبلی که چند روز مونده و به شدت قوی شده استفاده میکنن و این باعث میشه که معده شما درد بگیره. خیلی ها هستن که معده درد دارن یا درد ندارن ولی ضعف دارن یا ورم زیادی توی معدهشون و گوارششون دارن و نمیدونن از نونه. حتی دکترم میرن، دکتر چیز تشخیص نمیده و فکر میکنن که مشکل خاصی دارن، اما در واقع به خاطر نونشونه، زمانی که نونشون رو تغییر میدن این مشکل رفع میشه. به خاطر عدم نظارت این مشکلات خیلی توی نونوایی های ما به وجود اومده و هست. قدیم میگفتیم خب کدوم نونو بخریم سالم تره؟ برای سنگک سالم تره، چون سبوسدار آردش و بهتر تهیه میشه، زمان طولانی تری طول میکشه که آماده بشه. برای دیابتیا خیلی خوبه، چه میدونم نون بربری خوب نیست به خاطر اینکه نمیدونم ورم میاره، نون لواش خوب نیست چون آرد سفیده و برای سلامتی گوارش ما مضره. اما الان نمیتونیم اینو بگیم چون خیلی از سنگکی ها هم هستن که از آرد سفید استفاده میکنن و آرد سبوسدار ندارن یا اگر هم دارن استفاده نمیکنن، فقط برای دکور روشتن اونجا اگر بازرس اومد ببینه. و خیلی که دیابت دارن، قند دارن، میرن نون سبوسدار بخرن و فکر میکنن سنگکی اوکی، اما اوکی نیست. اینجاست که باید مطمئن شد که واقعا وضعیت خرابه. اما واقعا باید چه نونی استفاده بکنیم که نه چاق بشیم، نه مشکل برام پیش بیاد، هم که با لذت نون بخوریم؟ نونهایی که سبوسدار هستن. حالا اینکه نونهای بسته‌بندی می‌خرید، نون توستی که از کارخونه اومده می‌خرید، یا نونوایی هایی که نون سبوسدار دارن تو آردشون، نه مثل بربری زیرش فقط سبوس باشه، نه توی آردش مراحل پختش سبوس استفاده شده باشه، این نونها برای شما مفیدن، ضرر ندارن، زودم سیرتون میکنن، معدتون هم ورم نمیاره، چاق نمیشین، شکمتون بزرگ نمیشه و میتونید به راحتی از این نونها استفاده بکنید. حالا خودتون برین بگردین ببینین که کدوم نونها و کدوم نونوایی تو محلتون اینجوری نون درست میکنه. حالا اینکه توی رژیممون نون بخوریم یا نه، خیلی ها هستن موقعی که میخوان کوچکترین رژیم بگیرن نون و برنج رو به شدت هضم میکنن و اصلا استفاده نمیکنن و به خودشون خیلی فشار میارن. ما با نونهای آرد سفید هم تونستیم بچه‌ها رو لاغر بکنیم. مشکل فقط نون نیست، یا میای برنج تو کلا هضم می‌کنی، نون تو کلا هضم می‌کنی، فقط داری 10% کار انجام میدی. شاید مشکل تو چیز دیگه‌ای باشه. پس با حذف اینا فقط داری به خودت آزار میرسونی.
داری مغزت فرمان میدی که من رژیمم و مقاومت مغزت شروع میشه و بدنت بعد از مدتی استاپ میکنه. به حد معقول نون استفاده بکنید. اگر نون سنگک محلتون مورد اعتماد، سنگک بهترین نونه. بگیرین تیکه تیکه کنین بذارین تو فریزر و توی شام هم میتونین کنار سینه مرغتون یه ذره نون استفاده بکنین. تو صبحانه‌تون تو ناهارتون میتونید استفاده بکنید. اگر میدونین این سنگک‌ها اوکی نیستن، نون تست بگیرید، نون تستی که سبوس داره، روشون نوشته شده و رنگشون هم تیره تره. و این نونایی که توشون سبوس استفاده شده انقدر مقویان که شما 2 تا دونه نون تست می‌خورید انگار 4 تا 5 تا خوردید. کاملا سیر. با این ویدیو خواستم بگم که مشکل فقط نون نیست، اما بهتره که نون سالم رو انتخاب بکنید. شاید دلیل معده دردتون، دلیل ضعفاتون، یبوستتون و شکم بزرگتون نونی باشه که دارین استفاده کنید. مثل همیشه بهتون میگم که نیاز به حذف نیست، فقط درست استفاده کنید.